جامعه افرادگرایی از بین بردن ملت ها قوم ها برای هر یک فرد جمهوری تاجیکستان دیر باز شناس است. در هر یک سخنرانی هایش اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ارزیابی می‌گردد و او به خلق تاجیک، به جوانان تاجیک مراجعت کرده میگوید به هر گروه‌های افراطگرایی شامل نشوند. شخصانی که به چنین گروه‌های افراطگرایی شامل میشوند با آنها گفتنیم گذرد ساعت دشوار وطن را مفروش، غم امروز شود پار وطن را مفروش، پیش تاریخ مبادا که هجالت مانی، روح اجداد مددگار وطن را مفروش. خط مرزی وطن امروز خطی ناموس است، ای به ناموس وطندار وطن را مفروش. سخن قدسی حب وطن از ایمان است، ننگ سودای وطن تا به ابد میماند، مرگ بر جان خر و زینهار وطن را مفروش. مگر می شود که ای خلق بدخشان، مگر می شود که ناصر خسرو قبادیانی را ما تقسیم نماییم؟ چون که ناصر خسرو قبادیانی همچون متفکری بزرگ، متفکری خلق تاجیک، فیلسوف سفر کرد به تمام کشورهای دنیا و باز آمد به وطن خود، نه ای که به قبادیان بلکه رفته در بدخشان در غار مسکن گرفت و در آنجا دفن کرده شد. ای لالی بدخشان، ای خلقی برادری بدخشان، هیچ وقت تاجیکستان را دیگر تقسیم کردن لازم نیست، چون که یک مراتبه ما تقسیم کردیم. خیلی که شاعر میگوید تاجیکستان را دیگر تقسیم مکن، بین ختلان و زرافشان و بدخشان، مادری را چون توان قسمت کرد پاره پاره بین فرزندان. چنین گروه هایی که امروز با آنها شامل می شوند و در نیت شوم آنها یعنی همراه می شوند، اقلا هر یک جوان تاجیک، هر یک ملت با ننگ و ناموس تاجیک، با فرهنگ تاجیک تشویق و ترغیبات برده، اقلا می تواند که آنها را از راه شوم و مقصدهای ناپاکی که آنها در دل دارند برطرف نمایند. با شعر شاعر گفتنیم بس است، بس است، رودکی را کور کردم بس نبود، بختی او را شور کردم بس نبود،